فصل تابستان هوا گرم بود. عمر رضی الله عنه آرامانه به سوی مسجد روانه بود و چشمش به پسرک افتاد که به کجای شتاب داشت. گفت پسرم به کجا شتاب داری؟ پسرک گفت به مسجد. گفت حالا تو خرد هستی، نماز برای تو فرض نگشته است، چه اینقدر شتاب داری؟ پسرک با چشمانی شرم‌آلود به عمر رضی الله عنه نگریست و گفت آیا برای ادای نماز خرد و بزرگ بودن حتمی است؟ حالان که من در خردی نمازخوانی را از خود نکنم، شاید کلان شوم به من دشواری کند. عمر رضی الله عنه کمی فکر کرد و دو چشمش پر از اشک شد و گفت خدایا چقدر کودک عاقل و دانا، و باید کلان سالان نیز در این فکر و عقیده باشند. و البته که چراغ خانه گور از نماز است، دو چشم و روی پرنور از نماز است. گنجینه در این عالمی ویران نماز است، توحید بود باده و پیمان نماز است. گنجینه در این عالمی ویران نماز است، توحید بود باده و پیمان نماز است.